امانت رو به جای لازم روان کردم. چه کار کردم گفتی؟ نامه رو که در آن کندل مراد رو میکشد به آقا سردار روان کرده. یعنی همش چپه و راسته می شود. کی روان کردی؟ سحر من به تو چی گفتم؟ حالا نگفتم، حالا وقت است گفتم. چرا؟ قاسم 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 ایستو قاسم ایستو قاسم. فکر میکنی که نادرست رفتار کردم؟ ابرو گوش کن. در بابت پیسته هم شکایت کردی تا انیق شد که در حقیقت کندل سوزانده است. همه مقابل تو بودند. این باز مشکل می شود. اگر این را اثبات کرده نتوانی از کندل سر کرده همه مقابل تو می شوند. میدونم ولی کندل هیچ وقت آرام نمی ایستد. چیکار کنم؟ تو میشدی چیکار میکردی؟ من با این شبهه چطور زندگی کنم فراد؟ من همش رو به نوبت گرفتم. سردار حجت‌های نوآورده را به میز شما گذاشتم. تشکر. کندل یگان سبب نداشت که مراد را کشد. چرا این طور کند؟ مراد هم یگان سبب خودکشی نداشت. بگذار تفتیشات گذرانند ولی همه چپ راسته می شود. به همین هم خانه آرام نیست. دین شب باز در خانه جنجال بود. چرا؟ ادا یک کس را دوست داشته است. برون باشد او را دیده است. بعد او را زده است. نغز نشده است. نه به یک دیگر نزدیک شده بودند. میلش آنها خواهر و برادرند. باز آشتی می شوند. خواهر و برادر مثل سگ و گربه می شوند ولی به یک دیگر رحم دیلند. این درست ولی برون و ادا رو گیریم نقص فکر کردن لازم. بعضا فکر میکنم که اگر برون پسر من میشد ادا و ما دوگانیک نه بلکه برون و ادا دوگانیک میگفتم. یعنی تو همین درجه با یک دیگر مانندند. از همه زیاد یک روی و غضبی اونها. بله هر دویشان مثل ماده ترکنده. کی کفیدنشان انیق نیست. کاش که برون وای بچه رو نمیزد. تو وای بچه رو نمیشناسی کی است؟ نه نمیشناسم. راستش رو گویم چکار کردنم رو هم نمیدونم. تو اینجاها رو بهتر میدونی. عرف و عادت ما با اینجا درست نمیآید. حیرانم چیکار کنیم. خیر شد تو آرام شو. در اینجا این طور چیزها را طرفداری نمی کنند. باران هم برای همین غضبین شد. نباشد چیکار کنم؟ او رو فریاد کرده با او گپ میزنیم. با کجا فریاد میکنیم؟ نه با اینجا فریاد میکنیم. روبرو صحبت میکنیم. دزد است کی است میفهمیم. بعد خودت با یک قرار میآیی. تشکری زیاد. فراد پیش از تو رو کار زدن یعنی وقتی که از پس وی آدم بودی با تلفن گپ میزدیم. شاید من با تو اون چیزی که تو شنیدن نمیخواستی نگفتم ولی مینداری بیان کردی. من باشم نمیارزد گفتم. از من نرنجیده یا؟ بعضا ولی این با این موضوع علاقمند نیست. با چه علاقمند است؟
مرا بعضا یک رو میگویی بعضا غضبی میشوم. چای می نوشی؟ می نوشم. گوش میکنم جناب پرکرور. جناب یاور، در خصوص مرگ جناب امروز شبهه است. ابرو خانم از بالای جناب کندال شانبرزی عریضه نوشته است. بیانات کندال شانبرزی را تکرارا گرفت. بین یکمین بیانات و بیانات نو یگان فرقیت پیدا شود این عریضه را باز نقصر سنجیده میبراید. فهمانده توانستم؟ فهمیدم، از پسش میشوم. مایلش برای کار. به شما هم. این از جناب مراد. اگر از من پرسی آبی فرات بلند شده همیان به ساحل بر اومدنش چرا نگاه کردی؟ در این گونه وضعیت بسیاری آدمان یک احتمال ناچیز هم باشد حرکتی به آن باور کردن میکنند. اینقدر با منطق و خنک رفتار کردن تو غیر عادی. احمد، بفرمایید سردار. ماشین را تیار کنید. خوب شده سردار. ابرو خانم وقت دارید؟ گوش میکنم جنابی. با امر جناب پرکرور از جناب کندال تکرارا بیانات گرفته می شود. ولی اول با شما صحبت کرده سبب شبهه شما را باید فهمم. وقت دارید و خورده می توانیم؟ البته من در خانه فرات هستم. مایلش، من حاضر با آنجا می آیم. بارون چرا از خواهران دور میگردی؟ چونکی باید دور گردم. سرم را به بلا دچار میکنم، مخصوصا عاده. سروه بچه رو زخمدار کردی خوب شد؟ نه، میکفاندم خوب میشد. شنیدیم مادرم چی گفتم درباره تعطیلی ما. همش برای ما رو با کندلی خوردی شناس کردن بوده است. به ما چی میگفتند؟ این بارون پسری من از نسرین. میبخشید ناگفتن همانم که نسرین زنی یکمی من است. تا حال از پدرم رنجیده ای؟ چه خیلی نرنجم. درست هم بسیار دوست میدارم، هم سخت پزمان شدم، ولی این برای رنجیدن من مانع نمی شود. وای را بین، با ما ممکن نه. با وای آیشه باشد هیچ گپ نبوده است. پیش از به شما زنگ زدنم جناب پرکرور زنگ زدند. از روی عریضه شما از جناب کندال تکرارا بیانات گرفتن ما را طلب کردند. ولی به فکرم شما یگان دلیلی دارید که رفته عریضه نویسید. راستش رو گویم به من زنگ زدند. مراد برای تعطیل به 6 کس جو گرفتند. خیر. برای 6 کس جناب آغوز. از من نرنجید ابرو خانم، نفهمیدم. یعنی این چی را اثبات میکند؟ 6 آدم بارون. شاید مراد ما رو با بارون شناس میکردند. یعنی نمیفهمم که اگر این طور نقشه داشته باشند چرا خودکشی میکنند؟ بعد آن روز به حلفیتی آمدن پیش چپتای بازگشت رو هم گرفتند. میفهمم ابرو خانم. اگر شبهه شما بی اساس میگو جناب پرکرور تکرارا کار را آغاز نمیکردند، ولی من با شما صحبت کردن خواستم. اکنون چی میشود آغاز؟ تکرارا بیانات جناب کندال را میگیرم. البته دلیل نو را به این نوبت میگیرم.
акайфират абру хонум ин суханҳои шумо айбдоркунии вазнин аст яъне бале медонам. янга хуб ҳастед? хубам. каме монда шудам. мелек, парешон нашав, ман хубам. шуд майлаш. модарам дар куҷо? саҳар барвақт рафта буданд. куҷо? ба куҷо мешуд янга? шояд ба сари мазори акаи мурод рафтаанд. насрин, ба хайр аст? ба фикр ғутидӣ? апай Насрин тинҷ аст? дирӯз оғуз ба ман як чизҳое нақл кард ки ба худо чӣ ҷавоб доданамро надонистам. чӣ гуфт? иншолло ба хайр аст. ҳамёни муродро ёфтаанд. ҷустуҷӯро оғоз карда баъд қатъ кардаанд. мо аз ҳама ин хабар надоштем. яъне чӣ тавр? шумо чиҳо мегӯед янга? ту ҳам эҳсос кардӣ? чиро? аз чеҳраи оғуз ба фикрам ӯ ҳам шубҳа дорад. фират, ҳамин хел фикр мекунӣ? ба ман ҳамин тавр намуд. чой менӯшед гуфта напурсидам, вале ташаккур, кори хуб кардӣ. ташаккури зиёд. сибил, ту хуб ҳастӣ? хубам апа. гӯё ки ранги рӯят забзард шудааст. ҳамаш хуб аст. ҳаво ҳам гарм шуд. нейлонҳоро бояд гирем, вақташ расид. бале, дар инҳо ягон ҳаракат нест, вале гули сари мазори мурод кушода шудааст. маро бубахш писарам. бо сир зиндагӣ дорам. барои ошкор кардан на ҷасорат дорам, на қувват. гӯям мегӯям, вале боронро фикр мекунам, Насринро фикр мекунам, абрӯро. با گناهی مهدی همه ما شریک شدیم. کاش که آن روز مقابل می برآمدم، ولی ما این طور تربیه نیافته‌ایم. خطای مرد را، گناه او را سیر داشتن لازم گفته به وای رسانده‌اند. اکنون ابرو را دیده خطاگیم را فهمیدم. میبینم ولی از راه خطا برگشتن آسان نیست پسرم. модарам огоҳ бошанд? не, ба модарамон намегӯем мелек. агар ба модарамон гӯем бисёртар ғамгин мешаванд. боз бадтар насӯзонем. модом ҷустуҷӯро қатъ карданд, модарам нафаҳманд. мелек, ман каме дароз кашам. ту инҳоро ҷамъ кун, ман баҷо мекунам. ҳа, ба мошина ҷомашӯй андохта будам, онҳоро овезон бикун. майлаш янга, шумо парво накунед, ман мекунам. апа ёмина, бигӯед аҳволатон хуб аст? хуб аст, хуб аст. каме дамгирам мегузарад. акнун мисли пештара нестам. ака, ягон гап шуд? ҳеҷ чиз не. дафтарчаи чекамро дар боло фаромӯш кардам. мелек, оварда ди. чӣ ин тавр нигоҳ дорӣ, Насрин? чӣ шуд?
ака аз шумо як чиз пурсидан мехоҳам. چی میپرسی نسرین؟ باز موضوع باران را نکشا. не дар бораи борон не ака, дар бораи мурод. چی شف داری؟ شفتالو بگو. ман бо оғуз суҳбат кардам. ناز نکردی خیر؟ ака ман аз дина боз фикр мекунам ва як чизро ҳеҷ фаҳмида натавонистам. ҷустуҷӯи муродро аз нав оғоз карданд, баъд боз онро қатъ карданд. бисёр фикр кардам вале ҳеҷ фаҳмида натавонистам. дигар тоқат надорам ака, пурсидан мехоҳам. шумо чаро ба мо хабар надодед? чаро ақаллан ба ман нагуфтед ака? میگفتم چی میشد نسرین؟ اول همه با امید میشدیم، بعد تکرارا ناامید میشدیم. بعد تو با آغوز چی کار داری؟ نامی او را میگرفتم گویا که خواجه خیزر را گرفته باشم. نسرین. سردار. شما در کجای جناب کندل؟ در خانه. باید صحبت کنیم. مایلش سردار، بیا صحبت میکنیم. بیا. این سردار از تگ بینیمان دور نشد. من از کجا میدونم اکا؟ اینجاست برادر؟ با کجا؟ آغوز سردار در کجا؟ موضوع بسیار مهم بود. سردار رفتم. با کجا؟ با نزدیک کندلشان بردی. تو چی کار کردی ازلم؟ چی شد؟ آغوز جناب کندل را دستگیر کردن رفته است. خیر چطور؟ نقص؟ نقصه؟ بسیار نقص. قیامتی میخواستگیت میشود ازلم. آخرش رو فکر نکرده قیامت کردی. اکنون چی میشود؟ من به تو بر وقت نگفته بودم، حالا نگفته بودم. اکنون کندل را حفظ میکنند. روان کردن که تو آشکار میشود. اول کندل را قاتل مراد گفته حبس میکنن، بعد کندل دیوانه شده تو را میکشد. کشته نمیتواند، حبس میشود. اصلا دور میشود. همینطور؟ همینطور. کندل از بیرون رجبی در حبس بوده رو چطور کشت؟ این را فکر بکن. در درون آدم داشته باشد، در آزادی هم آدم دارد. چطور ممکن؟ از حبس چطور میکشد؟ مایلش رستم، گپ را زیاد کردی. چه که تیار آدمت رو روان کن گیرد. خیر مادر جان، شما از کجا می آیید؟ از مزار کمی درد دل کردم. آمینه در کجا؟ در حجره‌شان مادر جان، بیمه‌دار بودند، کمی خوب رفتند. پسرم تو در این ساعت در اینجا چیکار میکنی؟ دفترچه چکم رو فراموش کردم مادر جان، برای همین آمدم. آقا سردار از تگی بینیمان دور نمی شود. باز به خانه می آمده است. می بینیم چی می گوید. ازلین، چرا زود برگشتی؟ چیزی که می خواستی گرفتی؟ نه نگرفتم، دلم نکشید، برگشتم.
جدف میبرویم همه در حولی. بخیر است آقا سردار. قدر خالا عذر میخواهم. با شما در خصوص یک موضوع باید صحبت کنیم جناب کندل. مایلش بگو سردار. من از اویلم سیر ندارم. در تنهایی صحبت کنیم بهتر میشود. اوغوز چرا شما پنهانی صحبت میکنید؟ مادر جان من بازار میروم. یک چیز باید گیرم. چیزی که خواهی بگو سردار. از جهت خودکشی جناب مراد شبهه پیدا شد. پروکورور کار را انجام داده بودند. لیکن ابرو خانم از نو عریضه نویستند. یعنی شما باید تکرارا بیانات نویسید. این چی معنی دارد پسرم اوغوز؟ کندل؟ چه شدنش را من به شما میگویم مادر جان. کلینی شما مرا قاتل دادر گفته گناهکار میکند. مادر جان خوب هستید؟ مادر جان آرام شوید. ملک آب بیار، دارو بیار. اوه مادر جان آرام شوید. هیچ گپ نیست. این ابرو از من چی میخواهد؟ نه آرام میشیند نه آرام ای خدا. ملک چوب بیار زودتر. برای همین در تنهایی صحبت کنیم گفته بودم جناب کندل. بیا ما رویم سردار. کنی فهمیم باز چی شده است. باز این ابرو از من چی میخواسته باشد. رفتید. بردار گوشک رو قاسم. در کجا میگردی؟ من به تو احتیاج دارم. تو باشد نیستی. میبینیم عزلم کفن و تغوره نصیبت کرده باشد. اکنون من چی کار میکنم؟ فقط قاتل نگفتنش مانده بود. این چی بی تربیگی چی بی آدابی نمیفهمم. اپای نسرین بخیر است جناب چرا اومدید؟ هیچ چیز نه. زنی شهری از بالای من عریضه نوشته است. تو چرا اینجایی؟ یکی از کارگران بیمار شده است. دارو لازم بود. در نزدیکی زندگی میکند. آورده دادم. شما رو دیده پریشان شدم. نه تو از پسی کارا چو. رو. مایلش جناب. یعنی آغوز حالا تماشا نکرده است. فرکو بیاشینیم. احمد اینجا بیا. گوش بکن سردار. کاتب را فریاد کن. بیانات را چاپ میکند. اطاعت سردار. امر دیه سردار. گذارشین بیانات را چاپ میکنی. شهادت نامتان را میدادید جناب کندل؟
омодаам сардор. مثل دفعه پیشتر بیانات شما را تکرارن میگیریم. چطور روی داد؟ توبه سردار، 1000 بار نقل کردم، چرا باز میپرسی؟ ابرو دیوانگی دارد. از او پرس که چرا این طور فکر دارد. من به اینجا برای بیانات شما را گرفتن آمدم. با تکرار میپرسم، التماس نقل کنید. چطور روی داد؟ جین زند. در کجایی؟ در راه نکرد میآید. زودتر موریتو تا آمدن تو اسب دریا را خودش میگذارد. یگان چیز باید کنم. یگان چیز. با ابرو یک مکتوب آمد. مراد گویا خودکشی نکرده است. برای همین این طور فکر دارد. با او چیزی روی ندهد از من میبیند. فقط قاتل دادر گفتنش مانده بود، ولی جواب این را هم میدهد. التماس جناب کندل دوام دهید. مکتوب را اوزلم نوشت. خودش این را اعتراف کرد. اوزلم از مسئله همیان مراد خبردار بوده است. از همیان رسم را گرفته همراهی مکتوب به ابرو روان کرده است. ابرو دخترم در کجایی؟ در نزد فراد، در سر زمین. من حاضر به اونجا میآیم. مالش انتظار میشوم. خالم میآیند؟ بله. به فکرم چطور این را به پسر من مناسب دیدی میگویند. میدونم که آسان نمیشود. هیچ چیز آسان نیست فراد. بخیر است برادر، تو حال در اینجا هستی؟ جناب کندل را انتظارم. با جناب آغوز آمدند. در برون انتظار شد. اینجا را خالی کن. حاضر میبرایم، ولی کمی مشکلی دارم. حاجت خانه‌تون را استفاده بردن ممکن؟ مایلش بعد برا. در کدام طرف؟ در آن طرف چپ. تشکر. همش همین رفت سردار شد. همش همین؟ بله. دادرم بیانات رو چاپ بکن. خانم اوزلم چرا این طور میکند؟ یعنی ابرو خانم شوپه کند او چی برد میکند؟ اوزلم دیوانه است. از تو جدا شده با مادری پسرم آیله دار میشوم گفتم دیوانه شد، قبول نکرد. برای از من قصد گرفتن با ابرو این طور رفتار کرد. البته میداند که ابرو خب نمیشیند. توبه سردار، به حرمت خدا تو مرا خوب میشناسی، ولی قاتلی دادر بودن این را حتی فکر کردن دهشت است. زخم من هنوز نبست، ولی این حادثه رو بین. خیر، اگر تمام باشد من روم. بیانات را امضا کنید. بیانات شما را به پرکرور روان میکنید. جناب پرکرور اگر لازم شما را تکرارا تکلیف میکنند. مایلش سردار، با آنجا هم میروم ولی در آخر به تو میگویم که همه آمده از من بخشش میپرسند. چی شد دادرم؟ با فکرم قوای برق خاموش شد.
ابرو این راست است؟ در حقیقت کردی؟ فراد تو هم میدونستی؟ توبه تو چی دور اجازت دادی که این دور رفتار کند؟ فراد بد فهمید. من با این قرار خودم تنها آمدم قدری خانم. ابرو توبه دخترم تو چرا این دور کردی؟ تو کندال را قاتل دادرش میگویی ها؟ تو چطور این دور گفته میتوانی؟ البته کندال هیچ چیز نگفت. همگی ابرو آمده شکایت کرد گفت ها؟ خاله شما نه درباره این مکتوب و نه درباره تعطیل خبر ندارید ها؟ شما به من اصل کار را تو آخر نقل کنید. گوش کنید خاله جان، کاری کرده ای ابرو اونقدر درست نیست ولی برای این سبب دارد. بیایید به خانه گذشته صحبت کنیم. بچه ها شما را برن جناب کندل؟ لازم نه، کمی راه میگردم، فایده دارد. میلش برای کار. آغوز نسرین خوب هستی؟ خوب نیستم. آغوز این زنکای مرا قاتل میگوید، علاوه بر این قاتل دادرش. مگر این خیل شدنش ممکن؟ نسرین هیچ کسی چیز نمیگوید. ابرو خانم شبهه دارند و همگی تفتیش کرده برآمدنش را خواست. این چه شبهه بوده است؟ هیچ نفهمیدم. تا حاضر یگان شبهه نداشت و اکنون شبهه پیدا کرد. کمی سیر و گشت میکنیم، تو کمی آرام میشوی. باید تو بعضی چیزها رو هم دانی. مایلش. نسرین، به ابرو اذیتی از طرف ما را جا گرفتن در میهمانخانه زنگ زدند. برای باران هم جا گرفته است. آدمی اینطور نقشه داشته چرا خودکشی کنه؟ این وضعیت شبهناک. مراد چرا این طور میکرده است؟ یعنی مراد تا امروز درباره باران به آنها نگفته بود. پس چرا اکنون؟ نسرین میدانم به تو این پسند نمی آید، ولی شاید مراد باران را با ابرو و بچه ها شناس کرده، حتی از اینجا بردن میخواستند. یعنی مراد باران را از من گرفتن میخواست. ممکن است کمی تنها مانم. خوب هستی نسرین؟ خوبم، خبوتیر نشو. کمی تنها موندن میخواهم، میفهمی؟ چه که خواهی؟ تشکر. یعنی چی طوری که کندال گفت به اساس رفته عریضه ننویسم. همش بلبل هم اومدم پس سرم گرنگ شد. خواستم که همش انیق شود. یگون چیزی که ما نمیدونسته باشیم مگر شما هم دونسته نمیخواهید قدریه خانم. خاله جان خوب هستید؟ در اون در آمده کمی دم گیرید؟ من به شما چی گویم؟ چرا به من این طور نگاه دارید؟ از من جوابی کدام سوال را انتظارید؟ مادر بودن وقت شاید
گناهی فرزندت را عیبش را پنهان میکنی. من حاضر چطور میگویم که حق هستی، شاید درست باشد. نمیشم فرزندت در آتش باشد مگر هر مادر ای خدا از وی گرفته به من بده نمیگوید. من اکنون چی گویم؟ زن و مرد دلی مادرت را چاک کرده گرفته بیار گفته است. پسر باشد دلی مادر را چاک کرده گرفته است. در وقتی دلی مادرش را به دست گرفته به زنش بردن پیش پا خورده میافته. دلی مادر به گرد میدراید. پسرم خوب استی، آسیب دیدی گفته است. من اکنون چی گویم؟ پاره پاره شد ولی میپرسه آسیب دیدی. من اکنون چی گویم؟ سردارم، برق را حل کرده نتوانستید؟ حل کردیم سردار. من کامپیوتر را سنجیده اومدم. مالش من خودم میسنجم. خوب شده سردار. هیچ ممکن نه. تو این کار رو کرده نمیتوانستی. مراد، تو در حقیقت به اینجا برای پسر من رو گرفتن آمده بودی. تو در حقیقت این کار رو میکردی. در حقیقت پسرم رو از من میگرفتی. تو بهترین خوشبختی دنیا رو به من داده بعد باسان رو از دستم میگرفتی. تو که اینقدر بی‌وجدان و من که اینقدر کور شدم نفهمیدم. پدر جان، یک چند روز می ایستادید؟ چطور ایستم پسرم؟ کارو بار. آخر هر چی قدره که از دستم باید کرده ایستادم. ای رو افتاده نشو. گوش کن، در آینده تو را به استانبول میبرم. همه همراه میشویم. کمتر من صبر کن. میبرم میگویید ولی هیچ نمیبرید. وعده میدهم که میبرم.
مادرم هم با ما میروند؟ نه اول پدر و پسر میرویم. البته پسرم، شما پدر و پسر وقتتان را خوش گذرانید. انا بعد همه همراه میرویم. کنی نزدیک شوید شما را یک صورت گیرم. خیلی بیا. باز هم نزدیکتر شوید. تو در حقیقت همین کارو میکردی؟ آمده پسرم رو گرفته میبردی؟ کجا میگردی؟ درون درا چطوری که مصلحت کرده بودیم؟ رو مایل شکر. بله جناب، راپورت رو آماده میکنم. چیزی که لازم بود کردیم. با احترام جناب. سردار در کجا؟ من باید او را بینم. کجا سردار؟ اینجا چه گپ است؟ سردار مرا غارت کردن. ایستا آرام شو. چطور روی داد؟ در کجا؟ دو آدم با من حمله کرد. پولم را گرفتن. باید بیمار خانه روم. من بیمارم. دار دارم. یاریده به ماشین برید. برید. چی در پیشی در ایستاده ای؟ یک چیز میگویم جناب. بگو چی میگویی؟ صبر ندارم. قدری خاله آمدن جناب. در اتاق شما رو انتظارند. بیا دادارم یاریده. آیسته آیسته آیسته. میدانید از کجا میآیم؟ حاضر بیانات دادم که قاتل دادرم نیستم. کلینی شما تهمت کرد، رفته تکرارا بیانات دادم. بیانات دادم، ولی من از او چنان بیانات میگیرم که ولی حاضر خپ هستم. روزی میرسد که من هم گپ میزنم. مرا پسر شما را کلینی شما قاتل دادر اعلام کرد. یگان چیز میگوید مادر؟ نمیگوید؟ ولی میبینم که بجای زنی شهری را تو چطور این کار را کردی گفتن با چشم من با دقت نگاه کردن، حسابات میپرسیدن. ابرو چیزی که گوید ذره هم مانع نمیشوید. ولی این نگاه شما. یک چیز میپرسم مادر جان، اگر من میمردم مراد آمده کندل خودکشی کرد میگفت، اقلا یک ثانیه شبه میکردید؟ در نزد شما من تماما قدر ندارم. کاش که همین طور میشد. اما
مرا قاتل دادر شماریدید ها مادر؟ من این خیلی چیز را پرسیده نمیتوانم. درست است گفتم. این سخنها در دهانم آتش نمی شود، سنگ شده در دلم نمی شینم. از جوابی تو می ترسم، از پرسیدن می ترسم. دونستن نمی خواهم، شنیدن نمی خواهم. چی کاری نکنم فرزندم هستی؟ یک مادری قاتلی که حتی از دیگران پنهانی پسری خود را دوست می داشته است. من چی کار کنم کنده؟ پرسم نمی شود، نپرسم دلم آرام نمی گیرد. من با این شبه چطور زندگی کنم کنده؟ این چنان سوال مشکل است که از آتش بدتر می سوزاند. تو در اینجا چیکار داری؟ جناب کمی پیش در اینجا بودن، شاید تلفنش رو در اینجا فراموش کرده باشد. گفتم برای در آمدن از کی اجازت گرفتی؟ میبخشید، من یک دیدم میبرایم. گفته شما رو ناراحت کرده نخواستم. دیدم کی نیست. سردار بگو دادارم. آدمان را به زندان باید روان کنیم. بله حاضر می آیم. مادر جان. قدری خاله خوب است خاله؟ شما رو به خانه برم؟ مرا به انتیپه بریزا. با جان دل خاله. ابرو تو رو با شوهرت همراه کردن فرض شد. شاید مراد باران را با ابرو شناس کرده، حتی از اینجا بردن میخواست. من تو رو همین قدر دوست می داشتم، همین قدر انتظار می شدم، پزمانت می شدم تو باشی پسری مرا از من می گرفتی مراد. یعنی همین خیلی نقشه داشتی، برای همین آمده بودی. ولی هیچ کس مرا از پسرم جدا کرده نمی تواند. حتی تو. برای این من همه کار رو می کنم، اما پسرم رو نمی دیم. مادر جان یگون گپ شد؟ هیچ چیز نی پسرم، تنها تو رو خبر گرفتن خواستم. مادر شما خوب هستید؟ خوبم پسرم، من خوبم. مادر بارون جان من خوبم، هیچ گپ نیست. من خواستم که بعد از درس همراه شما به یگون جا رفته چای نوشیم پسرم، چی میگی؟ مایله شما حاضر به درس درآیید. انا زنگ هم شد، باز به درستان دیر نکنید. من شما رو در همین جا نشسته انتظار میشم. خوب مایلش مادر. بارون چی گپ است؟ نمیدونم ولی به فکرم تینجی است. رضا در همین جا ایستاد.
قدر خلا من شما رو در اینجا انتظارم. با هزار گناه به نزدتان آمدم برای حضورم را یافتن. میدانم رحمدیل هستید. یگان قطره حصه داشته باشم گرفتنی آمدم. به 99 نام شما محتاجم. از همه پیش برای وصیت آمدم، برای بخشش شما و همچنین برای رحمدیلی شما. به رحمدیلی شما محتاجم. مرا در تاریکی نگذارید، راهم را روشن کنید، حضورم را گردانده دهید یا مرا گیرید. وای در اینجا چیکار دارد؟ برای ما اومده است. بعد از مکتب چیز کردن میخواسته است. نسرین بعدی اون همه حادثه ها با تو؟ معشوقه پسرش را بد میدید کن؟ چرا این طور میگویی؟ درست باران کمی فیادل است ولی شما رو دوست میدارد. التماس کمی پس آید. این به تو دخل ندارد آیشه، کاردار نشم. کندلی خوردی رو بینید، نوبت به ما رسد داد و وای میکند، ولی خودش باشد نسرین خانم و آیشه را گرفته. آیشه چی گناه دارد ادا؟ او را بیهوده رنجاندی. ما چی گناه داریم؟ وای به زندگی دیگران دخالت نکند. مسلم تو این طرفش رو تماما فکر نکردی ها؟ اکنون چیکار میکنی؟ الو چه شد؟ یگان جای میرفتگی یافتی؟ قاسم در اصل بگو چی شد؟ کندل رو بردن، او رو دستگیر کردند. اکنون میپرسی ها چی گفته؟ هیچ چیز نشد. یعنی چی طور؟ سیدی؟ هیچ کس تماشا نکرده سیدی رو گرفتم. ولی دیگر اینقدر کارت برور نمیگیرد مسلم، با خبر باش. مدامی که سیدی در دست تو کندل رو چرا بردند؟ ابرو شکایت کرده است. چی؟ خدا توبه، ابروی انگت رو باز بسیارتر دوست داشتم. گبرو زیاد نکن مسلم. در کجایی؟ من در بازارم. مایلش از جای نجم، حاضر با اونجا میایم. مایلش به خدا سزاوار احترامی. بار دویم مرا نجات میدهی ابروینگه. خدا از تو راضی باشد. به دخترها هم باید وضعیت رو فهمونی، میدونی ها؟ بله، از همه زیاد از تأثیر عده میترسم. خدا عاقبتش رو بخیر کند. روزگار نباید فهمد. مایلش من او رو به نزد سیبیل میبرم.
البته حیران شدید. هیچ گپ نی. من خطاگیم رو فهمیدم. آیشه، میدونم تو رو رنجوندم. گوش کن، کلون که شدی بعد مرا میفهمی. من پسرم رو رشک کردم. یعنی این به تو دخل نداشت. پسرها به مادران عزیز هستند. باران هم برای من همین طور عزیز. او جانی من است. معنای زندگی من است. تو امروز فقط به چشمان من نگاه میکرد. رشک کردم. تو باران رو دوست می‌داری؟ دوست می‌داری؟ رشک نمی‌کنم گفتم می‌توانی. برای همین فکر می‌کنم که ما باید هم دیگرمان رو فهمیم. آیشه، پسری من تو رو دوست می‌دارد. علاوه بر این سخت دوست می‌دارد. نیتی من شما را رنجاندن نبود. برای همین میخواهم که این نافهمی بین همدیگری همون رو برهم دهیم. آشتی شویم. به این چی میگوی آیشه؟ آشتی میشویم؟ یعنی گرفتی؟ بله گرفتم. دیگر از قدت بالا نپر. مایلش نمیپرم، پروا نکن. نباشد سیدی رو به من بده. تو ثبت آوازی مرا بده، سیدی رو بعد میگیری. نمیدهم. این طور باشد سیدی پیدی نیست. یعنی نمیدهی؟ نه. مایلش نباشد از تو شود. شاید پدرتان خودکشی نکرده باشند؟ مادر جان شما چی با میگوید؟ چه طوری خیلی خبر رو تا حال پنهان میکنه؟ چرا بر وقت نگفته؟ گفتم که عزلم کرده است، ولی در دل من هم شبهه است. شما چی میگوید؟ اول در مهمان خانه جا گرفتن، اکنون این مکتوب همیان، یعنی همه این از روی نقشه عزلیم است. مادر جان، شاید ما با قاتل پدرمان زیر یک بام زندگی کرده ایستاده ایم. شما هم مثل من خوب میدونید که از دست وی چی ها می آید. حاضر با اون چیزی که در دست ما هست هیچ کس رو گناهکار کرده نمیتوانیم. این باید در بین ما ماند. مادر جان شما چی ها میگویید؟ چی طوری که شما گفتید پدرم خودکشی؟ یگون چیز نیق نیست، ولی من این کارو این طور نمیمونم. در پس این کندال هم باشه. مادر جان شما چی ها میگویید؟ هم میگویید که پدرتون رو کشته باشن، هم میگویید که آرام باشیم. شما چی طور میتونید این خیل گویید؟ ولی من او رو میکشم. عده با خود بیا. عده شد، آرام شو. من اکنون روم، اپم خواتیر می شود. مایلش جانم. آیشه، من بسیار خرسندم که آشتی شدیم. انشاءالله از این پس زود با میخوریم. به تو بدتر زنگ میزنم. مایلش نزمانه. مادر جان تینجی است؟ چی شد یک بار دیگر خیل شدید؟ کوشش آشتی کردن میکنم پسرم.
دوست داشته تو رو دوست داشته نزدیک شدن میخواهم. نمیخواهی مگر؟ باران، من تو رو گم کردن نمیخواهم پسرم. برای این چیزی که از دستم آید میکنم. تو هم به من کمی یاری دهی نمیشود؟ پسرم، تعبمون رو ناخوش کردن نمیخواستم، ولی پیش از خانه رفتم میخواستم که از من شنوی. چی شد که؟ ابرو از بالای امک تو به دادستان عریضه شکایتی نوشته است. سبب؟ با مرگ پدرت امکت رو گناهگار کردن میخواهد. شما چی ها میگید مادر؟ من از کجا میدانم پسرم؟ در آخر اینقدر تهمت غیر امکان هم کرد. میلش مرا یک طرف گذار. مادر کلانت رو، تو رو، همه تان رو هم فکر نکردین زن. چطور این خیلی کرده باشد؟ اما کم گفتم که عزلیم کرده است. او چی نیت داشته باشد؟ به این کارش حتما جواب میدهد. مادر جان نمیخستید دراز میکشیده. خوبم پسرم. شما بیمار هستید؟ نه پسرم، من خوبم. بعد اگر بیمار شوم همشیر بچه من مرا نگاه بین میکند. ها میکنم، حتی خوراک میخورم. من مگر وای خوراک را نمیخورم. گوش کن، ما هممون مثل تو غضبین و غمگین هستیم، فهمیدی؟ دخترها باید به مادرتون یاری دهید. مایلش اکنون چی می شود مادر جان؟ نمیدونم، تکرارم باز بیانات میگیرند. حقیقت روی آب میبراید، ولی اون وقت یگان کسی ما آوازمون رو نمیبروریم. مایلش ینگه ازلیم؟ چی شد ملک؟ تلخم رو کفوندی، چی شد؟ از کجا می آید؟ این چه خیلی سمکه به گنجا می روید؟ ها، به نزد شوهر شوندم گریختم. بعد در راه به یادم آمد مادرم مرا به شوهر داده بودند. بعد برگشته آمدم. شما چه ها میگویید ینگه؟ هیچ چیز نمیگویم ملک، هیچ چیز نمیگویم. خدایا توبه، این تماما دیوانه شده است. این چی؟ دوست در مهتاب شب به دزدی بر اومده است. قریب به دست می افتادم. ای عزلیم، بسیار شتاب میکنی، بسیار شتاب میکنی. برای همین پیش پا میخوری. قریب خودت را آشکار میکردی. احمد اینجا بیا. بفرمایید سردار. در داخلش سیدی بود، کجا شد؟ نمیدانم سردار. چخیر نمیدانی؟ پریده نمیرود کو؟
از درون کامپیوتر کجا می شود؟ رفته از کاتی پرس. مالش رفتم میپرسم. янга ҷон шумо хуб ҳастед? خوبم ملک جان. به فکرم بیمار می شوم. دست و پایم چنان وزنی. ولی حاضر خوبم. دسترخوان را در حولی کشادم. هوا خوب است. کاری خوب کردید янга. شما 6 تا دم گیرید. من دوام میدهم. نه من خوبم. گوش کن تو استکان ها را بر. حاضر همه می فرایند. خی مایلش. ҳозир аз рӯи ин кори ман ҳама ғазабин аст. шумо даҳонатонро накушоед, майлаш. гӯш кунед, чӣ тавре ки пеш маслиҳат карда будем. ваъдаи додаатонро фаромӯш накунед. майлаш модарҷон, шумо хавотир нашавед. ада. майлаш модарҷон, майлаш. чанд бор майлаш гуфтам? ман ба ту бадтар занг мезанам. майлаш. баъд ба дӯстат бигӯ ки ягон рӯз вақт ёфта биёяд шинос шавем. яъне чӣ тавр? ба ростӣ? бале, ман ки буданашро донистан мехоҳам. фират ба хонаи ман биёяд гуфт. майлаш модарҷон, мегӯям. ойша духтари хеле хуб аст. яъне аниқ ки мисли апааш нест. хеле зебо аст. зебо аст, ҳам борон. ҳамин тавр не борон. чаро хомӯшӣ? ба хайр аст насрин? оиша ба ту маъқул шуда монд? бисёр ҳам меҳрубон шудаӣ. бечора духтарро аз мӯи сараш кашида будӣ. ин ба ту дахл надорад ӯзлем. ба худо модарҷон, дар ин хона ҳама аҷибанд. як рӯз ин хел, рӯзи дигар хел. апа, шумо дар бораи оиша гап мезанед? бале, дар бораи оиша гап мезанам. нофаҳмии байни ҳамдигарамонро аз байн бардоштем. ҳамин тавр не борон. бисёр хурсанд шудам борон. акаҷон, модарҷон, дастархонро кушодем. ابرو апа, бояд медидед. гӯё вай насрин дигар, ин насрин дигар. барои он ки борон наранҷад, ман ҳеҷ чиз нагуфтам. дар асл барои бо шумо он тавр рафтор карданашон асло намебахшам. апа, чӣ шуд? ҳеҷ гап не, як дард мекунад. ай, апаҷон, хуб астед? оиша ёриде ба он ҷо дароз кашам. апаи омина дар куҷо? ба фикрам шамол задааст. хӯрок намехӯрам, хоб меравам гуфтанд. шаб ба хайр. چه شد ابرو؟ با سری دسترخوان بیا. هم شکایت میکنی هم سری دسترخوان میشینی. در زورق کندل چه شد؟ شرم نکرده پرسیدی، جوابش رو هم گرفتی، ولی بعد رفتن مرا کندل شنبردی رو قاتلی دادر گفته عریضه نوشتی. шикоят накардам. хостам ки тафтишот гузаронанд. сабаби ҳамаашро медонем. دیدن؟ کاری این زن با کجا رسیدنش رو فهمیدید؟ با سری دسترخوان ششته، نان و نمک ما را خورده، شرم نکرده و فکر نکرده، کاری میکردگیت رو کردی.
рӯзгарҷон ту ба ҳуҷрат рав мо ҳозир меоем майлаш одаме ки барои таътил ҷой ҷудо кардааст чаро худкушӣ кунад фикр карда рафта ариза навистам چی علی خواجه چی خواجه علی هر دویش یک است مادام سخن کردی از سخنت نکرد ولی سخنی تو چنان افلاس بود که عقلم نمیگرفت همه ما رو پس زدی ولی سلامت باش چه خیلی نباشد امانتی دادرم هستی ما باید از تو نرنجیم و طاقت کنیم دیگر چاره نیست بیا همه همراه خوراک میخوریم گردی دسترخوانی شما ما نمیشینیم همین تا بله جانکم دسترخوان را چپ راسته میکنی خوراک را به بالای ما میپرتایی ولی آمینه با لگن دارد طبق را رسیده میمانی تو دیوانه هستی دیوانه دمت را گیر ای آرام شو تو دمت را گیر با من این در گپ نزن ادا خب کن ای بس است شما هم دسترخوانتون هم به دلم زد دخترت را صاحبی کن میگفتم ولی کی از دستت آمده بود تو حق نداره که با مادرم گپ زنی حاضر تو را تگی پا میکنم من ادا خب کن پسرم اگر دخترهایت را به حجرهشان میبردی بسیار کاری خوب میکردی اینها دیوانه هستند ایوان تو چیو میگویی ها؟ برون درست گپ زن دیوانه نمیشوم دیوانه نمیشوم کرنمک هستید همتون کرنمک حتی سگ بلگندی خوردهش تو کی را سگ میگویی با دهانت نگاه شما اول به دهان دخترتان نگاه کنید تو چیوان میگویی ادا خب کن خب کنید به حجرتان روید گم شوید ادا بس کن با حجره ما دم میرم شوید به زاغ نان دهی چشمت را کنده میگیرم سردید مادر نمیشنوید او چی میگوید ملک ازلم اینجا را تازه کنید تو هم نیست و کمک کن نسرین پسرم با بالا برو از دست آنها آرامی نیست ای خدا توبه ای خدا توبه رو بینید کندلی قاتل باز شرم نکرده زبان درازی میکند ادا آرام شو حالا هیچ چیز انیق نیست قاتل گفته خانه رو ناآرام نکن مادر جان اینطور نگوید گویا که خونه به ما چنان آرام است که ما ناآرام میکنیم شما دیگر هیچ چیز نمیگویید فهمیدید حقیقت آشکار شود چیزی که لازم باشد میکنند من حاضر به نزد روزگر میروم شما هم اکنون آرام شوید حالا ایستا همه این در حقیقت همین طور باشد من با کندل رو چیکار کردنم رو بسیار خوب میدونم پسرم مادر جان تو چی درجه بیادب هستند حرمت کردن چی است نمیدانند تنها زبانی دراز دارند و بس گوش کن میخواستگی گپش را میزند نمیخواستگی نمیشنود نه دیدید باز با من برابر میشود شکر کند که مرا داشتند وگرنه او را در آنجا چنان میزدم که عقلش به جویش میومد برو پسرم التماس تو پروا نکن اهمیت نده آنها رو فکر نکن
گوش کن، خانه ما پیش خیلی آرام بود، ولی بعد از آمدن آنها داد و جنگ و جنجال سر شد. باران، تو میدونی که پدرت تو رو به نزد آنها بردن میخواست. من نمیرفتم. اگر میبردند هم بر میگشتم. مادرم رو تنها نمیگذاشتم. پسرم، تو میدونی که اگر مرا تنها گذاشته روی من میمیرم. من مادرم رو بسیار پزمان شدم. آغوش گرمش، مهربانیش رو پزمان شدم.
این خانه مثل جهنم است. شد ادا اینقدر همه این رو فکر نکن. تو آرام شو. با وی زنگ زدی؟ نه زنگ نزدم. فراموش کردم. ولی زنگ میزنم. با مادرم هم با شما هم شناس میکنم. آنها باشد دادوای کردن گیرم. مادرم راضی شدم پس دیگر هیچ چیز گفته نمیتوانند. آه پرنسسه آماده باش. مادرم با تو شناس شدن میخواهند. سوختم. سوختم چی منی دارد؟ تو نمیخواهی؟ نه اینطور نیست. از هیجان چای رو چپا کردم. دستم سوخت. نخه قسم میخورم. مایلش خدا شفا بخشد. ولی تو هم باید خرسند شوی. برای سوختنم؟ نه برای مرا خنداندنت. من چنان سخت عصبی بودم که ولی حاضر خندیده ایستادم. به فکرم فقط تو از عهده این کار میبرایی. شما رو خندانده توانستم برای من جای فخر است. شاه دختر. بیا همین هم به دست و پا بودی. عاشق شدن پس بدتر شدی سردار. اکا مادرش با من شناس شدن میخواست است. کی؟ ابرو خانم؟ سردار این باز از کجا برآمد؟ بیا همین هم همش چپ راست است. وقتت رو یافتی. اکا چی شد؟ چی میگفتم؟ نه شناس نمیشوم میگفتم. مرا گوش کن. اگر نزدی ابرو خانم زبان کلته کنی این دفعه تو را میکشم. نسرین زنگ میزند. باز من به دست پا بودم. من اقلا نرزاندم. نسرین؟ الو آغوز ببخش تو رو ناراحت نکردم. نه برعکس زنگ تو خرسند کرد. من هم خرسندم. یعنی یک نویگری شد که مرا خرسند کرد و با تو نقل کردن خواستم. چی شد؟ با باران از نو مثل پیشتر پسر و مادر شدیم. نشستیم صحبت کردیم درد دل کردیم. از یا دور بودن با من چنان مشکل بود که گفته نمیتوانم. خودم رو میخوردم. آشتی شدن شما خرسندم کرد. من هم خرسندم. با بی وقتی نگاه نکرده با تو نقل کردن خواستم. برای به من نقل کردن تشکر. علاوه بر این همیشه تو را شنیدن میخواهم. واه عجب سخنی زیبا ها. من این رو یکون وقت استفاده میبرم. همه این گناه تو میدونیم؟ خوب خوش جناب. خوب رو انشالله آخران خوابی تو است. دعای سگ اگر قبول میشد از آسمان استخوان میبرید. چیز میگویی؟ خدا راحت دهد میگویم جناب. جایی که تو باشی راحت از کجا؟ اویشا اپا چی شد؟ اپا جان خوب استه؟
تو اومدی. من انگشترینم رو در وقتی خوابم کشیدم. پروا نکن. من و تو مثل خواهر و برادر به وای رسیدیم. آنها همه خیل زندگی کردیم. شرم نکن. اکنون میتوانی انگشترینت را براری. از پس زندگی خودت شو. چطوری که میخوای زندگی کن. در حقیقت بارون رو گرفته میرفتی؟ بگوی او رو گرفته میرفتی مراد. مراد انگشترینم نیست. انگشترینم کجاست؟ کجاست؟ خواب بود. خواب بود. بله خواب بود. هیچ ممکن نیست. مراد
همش زیر نظارت است. با آدممون صحبت کردم. در نقشه یک دیگرگونی در آمد، ولی حل کردیم. گوش کن، شنا کرده به ساحل رسیدیم. بسیار چیز رو پسی سر کردیم. باز کمی باید صبر بکنی. باور بکن کمتری دیگر ماند. همه کارها رو انجام دادم. میرویم.